نام من نوریه هست، اما این نام را سالها هست که در صندوقچه خانه پنهان کردیم. مردم در کوچه و بازار مرا نور احمد صدا میکنند. من دختر کوهستانهای سرد غور هستم، جایی که زمستانش استخوانسوز است، اما نه سردتر از جای خالی پدرم. پدرم رفت و وقتی او رفت سقف خانه ما نریخت، اما کودکیم زیر آوار فقر دفن شد. هر روز صبح که بیدار می شدم سمت آینه نمی رفتم. می ترسیدم دختری را ببینم که دیگر نمی شناسمش. دردناکترین قسمت زندگیم ای است که باید صدایم را تغییر می دادم، مثل مردها را می رفتم، در حالی که در دلم فقط می خواستم سرم را روی پای مادرم بگذارم و گریه کنم. روزی که موهایم را قیچی زدم فقط بیسوهایم روی زمین نریخت، آرزوهایم ریخت. وقتی لباس مردانه پوشیدم حس کردم که نوریه را به دستای خودم خاک میکنم تا نور احمد زنده شوه و نان بیاره. ما در قهوه خانه کار میکردم. مردها چای میخوردن و میخندیدن و ما در هر گلاس چای تصویر پدری را میدیدم که دیگه نیست تا پناهم باشه. وقتی همسن و سالهایم مصروف ساتیری بودن ما کلاه به سر میکردم تا کسی نفهمه زیر این لباس مردانه قلب ظریف نوریه میتپه. امروز این داستان را میگویم نه به خاطر که برام چک چک کنین، میگویم تا بدانید در افغانستان دختر بودن چقدر شجاعت میخواه. من موهایم را دادم، کودکیم را دادم تا چراغ خانه ما خاموش نشه. من نوریه هستم، دختری که مرد شد تا خانوادیش از گشنگی نمیره و این داستان پردرد دخترای سرزمین ما است.